زمین پاک رو به آیندگان هدیه بدیم. روز هفتم، هشتم و نهم چالش آقا با یه دو روز رفتیم تهران که ادامه چالش تو تهران میدادیم. متاسفانه انقدر تهران بارونی بود که نتونستیم تهران چالش رو نگیریم. پس دو روز پشت سر هم میریم و تقریبا یوتیوب اومد بالا، چند تا فالوور هم که این طرف اومدن. 20 تا برای یوتیوب باید جمع کنیم، 10 تا برای اینستاگرام، الان 30 تا فیزیکال باید جمع کنیم. پس برو بریم کارش. زمین پاک رو به آیندگان هدیه بدهیم. یادتون باشه بچه‌های ما قراره تو این زمین زندگی کنن.